درود دوستای گلم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با آموزش تزیین روی پارچه به وسیله ورق توتکاری در خدمتتون هستم. طبق روال پیشین در ابتدا به معرفی مواد و لوازم مورد نیاز میپردازیم. قیچی، قلمو، ورق توتکالی، چسب توتکالی، مقوا، پارچه. خب بریم کار رو با هم شروع کنیم. ما قصد داریم امروز شلوار جین رو تزیین کنیم. بهتره که پارچه‌ای رو که میخوایم روش تزیینات انجام بدیم ضخیم و گرم بالا باشه. چون الان این روش روی جین ترند هست، تصمیم گرفتیم روی یک جین این کار رو انجام بدیم. اینم نمونه‌ای که قبلا انجام دادیم. اینجا فقط این دوتا جیب شلوار جینمون رو با ورق توتکاری تزیین میکنیم. برای این کار یک مقوا برمی‌داریم و زیر جین قرار میدیم. دلیل این کار اینه که چون قراره از چسب استفاده کنیم، به وسیله این مقوا میخوایم مانع از نشت چسب به مابقی مناطق پارچه و شلوارمون بشیم. حالا این مقداری از چسب توتکالی رو توی یک ظرف میریزیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که باید بدونید چسب توتکالی خیلی فعال هست و مدت زمان زیادی طول میکشه تا خشک بشه. از یک قلمویی که برای همین کار انتخاب کردیم استفاده میکنیم. این قلمو رو دیگه برای کار دیگه نمیتونیم استفاده کنیم. مقداری از چسب توتکالی رو برمیداریم، بهتره خیلی غلیظ نباشه و به روشی که در تصویر میبینید چسب رو روی پارچه میزنیم. چسب رو به صورت غلیظ و قلمبه‌ای روی پارچه ندارید و سعی کنید کاملا پخش بشه. بعد از اینکه تمامی مناطقی رو که مورد نظرتون بود به چسب آغشته کردید، باید 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم زمان بدید تا چسب آماده برای کار بشه. الان ما نزدیک به 1 ساعت و نیم به چسب زمان دادیم تا آماده بشه و تا حدی خودش رو بگیره. در این مرحله 2 ورق توتکالی رو با ابعادی که دوست دارین در محلی که چسب زدین میچسبونید. اگر دوست داشته باشید میتونید خلاقیت بیشتری به خرج بدید و چسب رو به صورت یک طرح مشخص یا خطاطی روی پارچه طراحی کنید و بعد که ورق توتکالی رو روی پارچه میچسبونین، همون فرم و همون طرح رو به خودش میگیره و در هر مناطق چسب زده باشید ورق توتکالی دقیقاً تو اون منطقه میچسبه. بعد که ورق‌ها رو در محل مناسب قرار دادیم، یک پارچه‌ای که رنگ روشن داره و از خودش رنگ پس نمیده رو روی ورق‌ها میندازیم. همینجوری که در تصویر ملاحظه میکنیم. در اینجا باید خیلی با حوصله به وسیله اتو با درجه‌ای که پارچمون نسوزه حدود 5-6 دقیقه روی پارچه اصلی و محل ورقه‌های توتکالیمون اتو رو بکشیم. هرچی بیشتر اتو کنید، نشست ورق روی پارچه بیشتر و بهتر میشه.
وقتی حسابی اتو کردیم باز بهش یه مدت زمانی وقت میدیم تا ورق‌ها خنک بشن. نکته مهم این که بلافاصله ورق‌ها رو بر ندارید و اجازه بدید که ورق‌ها کاملا خنک بشن. من در اینجا قصد دارم 7-8 دقیقه منتظر بمونم تا ورق‌ها حرارتشون رو کاملا از دست بدن. توجه داشته باشید که ورق‌های توتکالی به رنگ‌های بسیار متنوعی وجود دارند. از جمله سبز، آبی، نقره‌ای، زرد، بنفش، قرمز و حتی 7 رنگ که شما میتونید بسته به سلیقه خودتون هر رنگیش رو که میخواین انتخاب کنید و روی تزیین پارچه ازش استفاده کنید. خب ورق‌ها هم خنک شدن. حالا خیلی آروم ورق‌های توتکالی رو از روی پارچه برمی‌داریم. من کارتونی رو هم که زیر شلوار قرار داده بودم برمی‌دارم. همینطور که می‌بینید شلوار یک دیزاین زیبا رو به خودش گرفت. خب اینم از آموزش امروز. امیدوارم که پسندیده باشید. ما به زودی برمیگردیم.